نویسنده هجونیگار دیار که امروز گل سر سبد هر معرکه فرهنگی دیار است، کریم دولت در جوانی‌هاش هم همنشینی بزرگای زمان بود. شادروان استاد اشور سفر کجای می نشستند کریم دولت رو تکلیف میکردند، در پهلوی او بودند. در چنین یک روزی در ناحیه مسکو سابق ولایت کلاب، امروز ناحیه میرسید علی حمدانی، در جشن پهلوی هم می نشینند. استاد اشور سفر اول مرغ رو نزدی کریم دولت میگذارد. استاد شما هم گیرید میگوید اکای کریم خوجا، ولی استاد میگوید که افسوس که قندی من بلند شده است، من گوشت خورده نمیتوانم. بعد گوشت بریانی گوسفند میارند، اون رو هم نزد کریم دولت میگذارد و بعد گوشت سیرکه میارند، اون رو هم به پیش اکای کریم خوجا میگذارد و اکای کریم خوجا با اشتهای تام و حوصله بسیار خاصه تای بینی کرده نوش جان میکند. دست و لبش رو پاک کرده ایستاده، مثل خود استاد اشور سفر شوخی کردنی میشود. میگوید استاد شکر که شما با قند گرفتار شدید، این ناز و نعمت نصیب ما گشت. میگم بچم خوردم دی نوش جان شود، امی خل خوردم بگیری با امی کسل ما هم انشاءالله به نزدیکی میرسی. اشور سفر با همه مردم یک خیل رفت و داشت، شیشت خیز داشت و او رو در همون مضافات قریب تمام خرد و کلان میشناسند. یک روز در فرخار در یک معرکه میشینند، صحبت کرده وقتی که در جایی که یادآور شدیم استاد اشور سفر اشتراک داشتند، معرکه حتما میتصوید. یک کس وقتی که اوج صحبت رفته ایستاده است، اکثریتی اونجا در محفل نشسته ها شرکا ایستاده که اشور سفر همون اوج ابراز در اومده که گپ داده ایستاده است. یک کس میگه استاد من حس کردم که همین شما مرا نمیشناسین، که در همون کیفیتی صحبت بوده است. حقیقتا هم اعتبار نمیته و با دوام دادن میگیره و میگه استاد شما با سوال من جواب ندادین، همین شما مرا شناختین یا نه؟ وقتی که سه مرتبه میگه بچم ما بعضا در وقت همین صحبت باور کنین فیلا نمیشناسم. استاد میگه من با فلانی فلان وقت در خانه شما مهمان شده بودم، چای نان شما را خوردیم، از بالا گذشته ضیافتتون هم دیدیم، نه خود شما ما را نشناسیم. بعد اشور سفر بر رفیقاش میگه بچم من یک عادت دارم که همون آدمایی که در خانه ما مهمان میشوند و ضرر میارن خود در دل و در خاطرم نمیاد، همون را نغز میشناسم که من در خانه شون مهمان شدم. پس از جنگ شهروندی یک زمانی نویسنده کریم خوجا دولت و شاعر خوش سلیقه زمان شاعر شیرین بیان سفر ایوبزاده محزون همسایه بودند و از همون مرکز با نام مردان مشهور هر روز همراه با همون مارشروتگاه های تنگ و سیر آدم با تنگیم ها نشسته و مرکز شهر می آمدند. در یک چنین روز اکای کریم خوجا جای نشست نمی آمد و در تاکسی مارشروتی تنگ با یک حال تباه میونش کوس سرش خم ایستاده است که اون کسی که پول جمع میکرده است اکا پول تا درست کن میگه میبخشی بچم این احوالی بدی منم بین من کوز ایستاده بود خیلی به تو سون برآورده میکنم که ایوبزاده از پشت آواز میگه اکا زمانی بازرگانی همین چیز طلب میکند، در این مارشروتگاه هم کوزت میمونن هم پول تا میگیرن.